خواهر زنگ میزند و همچنان در همین کانال گویم نور تیوی هم با چند نوشتجات هایی که آمده است که من در از گویم حامله‌دار هستم. بگذار مثال 4 ماه یا 5 ماه گفتگی، اینجا هم حتی اونش هم در چیده است، من حامله‌دار هستم. ولی از روزی که آمدم در خانه همین خوشتامن و خسول من روز ندارم بابای داملا. یعنی ما با شوهرمون همزبانیم، ما با شوهرمون یکدیگر را میفهمیم. لیکن چیکار کنیم که مادرش مجبور دارد که باید این دختر حامله‌دار نمیشید، باید تو عالی قطعی این 2 سال 3 سال زندگی میکردی، تو خراکتر ای را میفهمیدی، تو ای را باید میدونستی، بعدا مقصد تو از ای فرزند میگرفتی. از این لحاظ بابای داملا من در بطنم حاضر فرزند دارم. این مادری بچه گویم خوشتامنش مجبور دارد که رفته این فرزنده مقصد از بطن این زن بگیر، تازه کن و در همین دوام میستیم، صبر میکنیم، میبینیم اگر میشدگی باشد، بعد من مقصد عروسش اعلان میکنم، انا اینجا دا بعد زندگی ها تونا و مقصد کاراتونا من میبینم گفته. یعنی از همون تحت کنترل من، از گفته من یگان قدم بیرون نمیشه. اگر مقصد قبول داری مرحمت، نداری همون گپی سفسطه پیشینه که شیرا من نمیبخشم، من مادری تو نیستم، من تر ای خانه پیش میکنم. خلاص این خواهر چی میگرد؟ بابای داملا آیا من به همین کار راضی شوم یا نشوم؟ شما چی میگین برادرای عزیز؟ در جای من خداتون تصور کنید که در همین خیل سوال باید چی جواب گوییم؟ چی جواب گوییم؟ اکنون من سوال و جواب دارم، بر من مراجعت میکنن همچی یک برادرشون، همچی یک نصیحتگر. من چی کار کنم؟ باید چی بگم؟ بگم گپی همو خوشتامنی، بفهمی، به عقلی، به فراستی، به انصاف تا بگیر؟ من هم خیلی بگم باید. سوال دیگر اینجا چند سوال است، لیکن من همون میگم پارچه پارچه همونها را برای شما خانم. داملای عزیز، از روزی که من این خانه آمدم من زیر طعنه خوشتامنم قرار گرفتم. داملا التماس میکنم خاندان ما از برنامه های شما دائم پیگیری میکنن، گوش میکنن. یک صحبت درباره طعنه کردن، خاصه بر همین طعنه ای که من مالی کم آوردم. مقصد شاید بیچاره خیلی دستی کوتاه داشته است، خب نادار بوده است، به شرایط بوده است، مالی کمتر آورده است. تا حاضر میگد من صاحب یک فرزند با یک فرزند دیگر در شکمم، تا حاضر میشینیم طعنه ای که تو مالی کم آوردی، تو چیزی کم آوردی، تو لایق این خانه ما نیستی، تو لایق این بچه من نداری، گفته برای من طعنه میکنن. داملای عزیز، در همین باب یک صحبت میکردیم. من باور کنین حیران میشم در همین مسئله که وقتی که شما طعنه میکنین تو مالی کم آوردی، ای به انصاف، تو چند پول دادی خودت؟ این شما یک چند پول، هم $2000، همون $3000، همون $4000 و چی میشود؟ یک دختر تا 18 و 19 تربیه کردن این کاری آسانه؟ این چند $1000 میشدیمش. آخی آمدی در خانه گفتی همین تاجیکای ما ختم ماری سیاه کردی، 100 نمود زاره و تولا کردی، هزارها با روت سیاه و سفید کردی، دروغ هم گفتی بچه من ایتری است، من خودم ایتریم، خط 1000 نیم نشان دادی. بردی همین دختره، نخوا همین کم آوردن همین
سبب همین قدیل سیاهی باشد. و شما حیران میشم $2000 میتی، $3000 میتی، یک ماشین بار میاره در خانه میسپاره، دخترش میاره میسپاره، با مورد تنه آخی زیبی تنه تو داری، زیبی تنه تو داری، زیرا که با $2-3 تو آمده در خاندان دختردار با جبر کردگی، $10,000 $20,000 بار بردگی، با دخترش بردگی، با تنش میکنی. اما یک توجیکای ما یک مقال دارن، زبانی میگه دزدغر درازه، نه که با زبانی تو درازه. تا جای خجالت حس کنی که آقا من چی دادم که من از این قدر بار به تو ترانم، که تو عقل فراست داشته باشی هیچگاه با بار و با مال او باید نظر نکنی، با اخلاق او نگاه کن، با رفتار او نگاه کن. هزار حیف میگم بر همون مردهایی که همین خیل خوشتامنها مثال کلینها را تنه میکنن در بر همون زن شیشتگی او یک دهن گپ نمیزنی. من نمیدونم تو در او خانه تو چی نقش داری، تو در او خانه چی نقش میبازی، و چرا مثال او وقتی تنه کرد تو مثال همچی یک رهبری خانه، خداوند در قرآن الرجال قوامون علی النساء گفته، یعنی رهبر مثال تو همچی یک کلانتری خانه و حساب میره، یک دمک نمیگوی ای مثال زنک اوی چی کاره تو بیا روز ما بتی اخی همین گپ شی همین کار شی، اخی بار نگاه که تو چند سوم دادی که این قدر بارو به تو از این طلب داری. برادر عزیز من نمیدونم، همه کار در دستی زنه. بیچاره خودشان میگن، من از کجای گپوره از خودشان میگن، میگن ای خسرم بسیار آدمی خوبه وای در گپ نمیرسه، او را گپ زنی هم نمیمونه. خیلی گپ به تو نرسه، گپ زنی نمونن، تو در او خانه چی کار میکنی؟ همون خدا رحمت کنه شیخ سعدی را چی میگه، یک مصرای شعریش نویسانده بودم، میگفت اگر زن ندارد سوی مرد گوش، خوب گوش که مرده که زن زندگی بچه تا ویران کیسته، خب در خانه تلاطم انداخته است، در خانه مصیبت آورده است، خب لیکن تو وقتی که خاموشی و سخنی نمیگوی، من برای تو مراجعت دارم. ترا شیخ سعدی گفته است اگر زن ندارد سوی مرد گوش، سراویل و کهلش در مرد پوش. میگه که بگیرین لباساتون رو عوض کنین، لباسای مردکی تبته در دست انمو زن تو، لباسای او را تو بپوش، برای که دستی تو در این خانه هیچی نمی آمده است، یعنی تو در اون خانه هیچ کس نبوده. بسیار بخشش میپرسم، کم کم عصبانی میشم، کم کم در احساسات داده میشم، اگر چندی من آدم احساساتی نیستم، ولی من یک آمار خواندم از مجله گازیت اسیسیر، رئیس کمیته کار با زنان و آیله نزدی بگیم جمهوری تاجیکستان، اون وقتا نامشم در همون مقاله گرفتم، قاسمزاده ایدیگول بود است، تقا قاسمزاده ایدیگول تقا. گازیت اسیسیر از 19 سپتامبر 2019 چی گفته است؟ گفته است در نیم ساله یکم، در نیم ساله یعنی در 6 ماه عدد طلاق به 6065 رسید که نظر به 2018 411 تا زیاد شدگی است. ببینید در 6 ماه 6065 طلاق، یعنی 2011 کمتر بود، 2019 باز زیادتر شد. ولی الله دانا با 2020 چی باشد، ولی آمارش با میبراید. همه این از دست شما هست، از دست شما هست که شما با این کاری بسیار بیرحمانه، بسیار کاری زیش شما دست زدین. از خدا بترسین، از خدا بترسین. ولی پیامبر نازنین ما در
حدیث ها میگد که لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. کسی اگر طعنه کننده باشد، کسی لعنت گوینده باشد، کسی زبان حقارت کننده داشته باشد، پیامبر گفت که اینها باید هیچگاه دعوای ایمانداری نکنند. نگن که ما مؤمنیم، نگن ما مسلمانیم. همین آدمایی که ولی در حق همین زندگی های همین دخترای مردم بگیم یا فرزندای خودش جبر میکنن، ولی همین شب قدر بود، ولی همین شب با 6 دسته کن، ولی با قرآن خوانده، خیلی فکر داره که البته تمام، یعنی ما همین کارا را کردیم، مقصد وظیفه بندگی به جا آمد. فکر نمیکند که یک زندگی را که تو تأثیر منفی خودت میرسانی، چقدر این شبهای قدر، چقدر عبادتهای تو از بین میبرد. پیامبر میگه لیس المؤمن، ترا من مؤمن نمیگم. پیامبر نازنین میگه تعیس عبد الدینار و الدرهم و القطیفه و الخمیسه این اوتی رضیه و این لم یعطا لم یرضا. خدا هلاک کنه بنده های درهم و دیناره، بنده های قالین و بنده های مقصد مال و ملک، خدا یارا هلاک کنه. برای چی؟ اگر بتیشون راضیان، اگر نتیشون راضی نیستن. علال خصوص به انمو مادرهایی که طعنه میزنین و مال میگین و چیز میگین، پیامبر گفته تعیز تا هلاک شه، میگه خدا هلاکت کنه تره که سبب زندگی فرزندی تو همو 4 جغیل بگیم و 4 تکسری شدگی. من حیران میشم، من امروزا مسئولیتام تماما دیگر شدگی. خیلی که پیامبر نازنین گفته است لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، شما در عاصی شدن خالق مخلوق گوش نکنید. من تمام فرزندای شما میدونید که چی میگن؟ میگن چیکار کنیم بابای دولا، چیکار کنیم؟ یعنی مقصد شما را دیگه مادرها دوست نمیدارن. و شما فکر نکنید که او گپی تر اجرا کردنش به سبب چیه؟ به سبب که نمی امر معروف گوش کنی که مادر ته حرمت که پدر ته حرمت که، او مقصد همین چیز و یا کپی دست حاضر، یا خاطر همین که امروز در جامعه میگن ای پشت زنش مقصد ای خانه برآمد رفت یا مادرش گوش نکرد، لیکن بگذار همچنان باشد. من برادرای عزیز همه شما را مصلحت میتونم که وقتی مادر تر اگر توصیت کرد که زن تا طلاق که هیچ وقت طلاق نکن، پدرت گوید طلاق نکن، عاقد میکنم آق که وای عاق نیست برادرای عزیز، زیرا اینها به خاطر دین نیستن. همه اینا غرضها دارن، همه اینا مقصدها دارن. در مردم ما وقتی کلین آوردن همچون برای چی میارن؟ برای خدمتگار، یاردمچی نه، همچون فرزند نه، همچون خدمتگار. تو باید که مقصد همیشه در روی پاد راست باشی. تو هیچگاه مقصد حق شیشتن، حق خواب کردن، حق مثال طعام خوب خوردن تو یه حق نداری. تو باید فقط خدمت کنی. تو 100 نامعقول کردگی، 100 نامعقول کردگی. اگر اسلام داشته باشی، مسلمان باشی، تو به تمام کتابهای خدا و رسول تو یک آدم گناهگاری، تو یک آدم ظالمی. برای همین پیامبر نازنین بین حتی هلاک شود همون کسانی که دنبال مال دنیا میدوند یا به خاطر دنیا مقصد این کارها را میکنند.